از وکیلان دفاع محکوم شدگان بعضی پلوس خبر دادند که در دادگاه ناحیه باباجان غفروفی ولایت سوخت 18 نفر را برای پیروی از حرکت سلفیه حرکت فعالیتش در تاجیکستان ممنوع از 1 تا 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم نموده است. با گفته منبع مرافعه محکوم شدگان روز 1 ایولی سال روان تحت بررسی سودیه فیروزه غیب‌الله‌زاده در دادگاه ناحیه باباجان غفروف برگزار شد. به اطلاع وکیل دفاع محسن خالمتوف تشکیلاتچی گروه 5 سال و 6 ماه و 13 نفر دیگر 5 سالی حکم گرفتند. همه آنها با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شدند. در این بین عبدالکمال احدف معیوبی گروه یکم نیز هست. 4 نفر دیگر که با ماده 347 عیبدار می شدند 1 سالی از آزادی محروم گردیدند، گفته است این وکیل دفاع. اما وکیل دفاع میگوید با گذشت تقریبا 1 ماه تا به حال آنها نسخه حالنامه را دسترس نکردند. طبق قانون حالنامه سود باید در دوام 5 شبانه روز به نزدیکان و حمایتگران سود جونده داده شود، ولی تا به حال ما نسخه را دسترس نکرده ایم. سببش را هم شرح ندادند. اظهار نگرانی کرد وکیل دفاع. او گفت نسبت عیب اعلان شده سود راضی نیستند و بعد دسترس کردن نسخه حالنامه به زینه‌های بالای سود شکایت خواهند کرد. یادرس می‌شویم ماه فوریه سال جاری کارمندان ریاستی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک گروه 18 نفره ساکنان دهه خیسته‌ورزی به ناحیه باباجان غفروف را به اتهام شرکت در گروه جنایتی بازداشت کردند. همین طریق دادگاه ناحیه باباجان غفروف ولایت سوخت بررسی پرونده آنها را در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند اتهام پیروی از حرکت سلفیه آغاز نموده بود.